مدتیه که اینفلوئنسرهای سلامتی در شبکه‌های اجتماعی مردم رو تشویق به خوردن یک شات روغن زیتون در صبح میکنن. به همین خاطر یک متخصص تغذیه این روش رو روی خودش امتحان کرده. چون که روغن زیتون سرشار از چربی‌های مفید و آنتی‌اکسیدانه و برای بدن مفیده. ولی وقتی برای اولین بار شات روغن زیتون رو امتحان میکنه، متوجه میشه که نمیتونه روغن خالی بخوره. به همین خاطر اونو با قهوه و چیزایی دیگه مخلوط میکنه. ولی بعد از 7 روز هیچ تغییر جادویی احساس نمیکنه. اون متوجه میشه نه پوستش درخشان‌تر شده و نه موهاش براق‌تر. حتی انرژیش هم بیشتر نشده. البته توجه کنید این به معنای مفید نبودن روغن زیتون نیست، بلکه نشون میده تبلیغات سلبریتی ها و اینفلوئنسرها بی‌پایه است و هیچ راه حل جادویی و میانبر برای سلامتی وجود نداره. متن کامل این گزارش رو میتونید از طریق لینک داخل دیسکریپشن بخونید.